17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه در شهر استراوشن کارخانه سینومدیکال را به استفاده دادند. خطای تکنولوژی کارخانه تولید با نفوذترین شرکت‌های جهانی بوده. اقتدار لایحه‌ای آن در یک سال 60 میلیون سوزندارو و 1 میلیون سیستم برای داروی قطرگی را تشکیل می‌دهد. محصولات کارخانه عوض کننده واردات بوده. دسترسی شهروندان به چنین مال‌های طبی را تامین می‌نماید. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در شهر استراوشن کارخانه سینومدیکال را به استفاده دادند. انشاءات نوی صنعتی در دایره تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با صورت کشور از جانب صاحبکار محلی اکرام نبیف تأسیس یافته است. با استفاده از فضای مساعد صاحبکاری در تمام تاجیکستان از جمله در شهر استراوشن ساحه استحصالات رشد کرده است. از طرف صاحبکار محلی در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امامعلی رحمان کارخانه سینومدیکال بنیاد کرده شد که در اینجا حاضر در مرحله اول 60 نفر با کار دائمی تامین کرده شدند. محصولات در اینجا استحصال شونده محصولات واردات عوض کننده بوده. سوزنداری‌های 2 گرمه، 5 گرمه، 10 گرمه و اینچنین سیستم قطرگی 1 کرتا استحصال کرده می‌شود. در یک سال اقتدار کارخانه ما در مرحله اول حاضر تا 30 میلیون عدد و 1 میلیون عدد سیستم قطروی و در آینده وقتی که با پرگی فعالیت میکند تا 60 میلیون عدد سوزندار استحصال کرده می شود. می توانیم تمام ولایت سوخت را با سوزندارهای 1 کرتی وطنی تامین نماییم. سمت فعالیت کارخانه استحصال مال‌های طبی از جمله سوزندارو و سیستم برای داروی قطرگی بوده محصولات با شکل و حجم گوناگون برآورده می شود. ما دوام 2 ماه در جمهوری ازبکستان کورس آموزشی دایر به استفاده بردن چنین تکنولوژی‌ها با مساعد مسئولان کارخانه سینومدیکال گذشته. از فعالیت چنین کارخانه ما همه زنها خرسند هستیم. با کار دائمی تامین گشتیم و مینه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم. همین خیلی کارخانه بنیاد کردند. ما زنها و دخترها و جوانها را با جای کار تامین کردند. شرایط کاری ما بسیار همه طرفه نقص. خطای تکنولوژی کارخانه تولید با نفوذترین شرکت‌های جهانی بوده. اقتدار لایحه‌ای آن در یک سال 60 میلیون سوزندارو و 1 میلیون سیستم برای داروی قطرگی را تشکیل می‌دهد. برای بندوبست محصولات نهایی کارگاه استحصال خلطه‌های پلی اتیلنی نیز فعالیت می‌نماید. ضمن شناسایی از روند فعالیت به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که جریان استحصالات از جانب 60 نفر متخصص محلی با رعایت طلبات استانداردهای داخل و خارج صورت میگیرد. محصولات کارخانه عوض کننده واردات بوده دسترسی شهروندان به چنین مال‌های طبی را تامین می‌نماید. در کارخانه سینومدیکال به حیث عملگر کار فعالیت میکنیم. در اینجا شرایط‌ها خیلی خوب، خیلی خرسندم که در کشور خودمون در وطن خودمون با کار تامین کرده ایستادم. با عنوان خانشین با جای کار و با معاش خوب تامین گشتیم. از نام همه کارگران و پیشوای معظم ملت تشکر خود را اظهار می‌نمایم. طبق نقشه در آینده نزدیک خطهای نوی استحصالی به کار درآورده می‌شوند که برابر زیاد گردیدن نامگوی محصولات همچنین به تأسیس باز 40 جای کاری نو زمینه می‌گذارد. محصولات قبل از با معاملات برآوردن در آزمایشگاه کارخانه با اصول مخصوص سنجیده شده به خطری آن پورا تامین کرده می شود. در کارخانه ما 7 نمود کارگاه فعالیت می نماید. تجهیزات هایی که در کارخانه سینومدیکال نصب کرده شده است از دولت های پیشرفته ترین جهان وارد شده است. محصولات استحصال شونده کارخانه ما در 6 مرحله استحصال شده، در 7 مرحله به ضرر گردانده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بنیاد چنین کارخانه‌های صنعتی را در رشد اقتصادی ملی، تأسیس جایهای کاری نو و رسیدن به هدف چهارم ملی قدمی عبرت بخش ارزیابی نمودند. با بنیاد و با فعالیت آغاز نمودن کارخانه سینومدیکال که به تطبیق صنعتی کنونی با صورت کشور
کشور مساعدت می‌نماید شماره کارخانه‌های داروسازی و مال‌های طبی در ولایت سوخت به 7 عدد رسید. در قلمرو ولایت سوخت 7 کارخانه‌های استحصال موادهای دارویی و مال‌های طبی کار و فعالیت برده ایستادند که در این کارخانه‌ها زیاد از 70 نامگاه موادهای دارویی و مال‌های طبی استحصال می‌شوند که این همه موادهای دارویی واردات عوض کننده میباشد. در کارخانه سینا مدیکال تجهیزات‌های استحصالی پیشقدم زمان نصب کرده شده است که با استانداردهای جهانی ساحه داروسازی موافقت می‌کند. همه این موادهایی که در این کارخانه استحصال میشه از طرف خودی سرایستی خدمات از تشخیص گذرانده و دارای سرتیفیکات مطابقت صفت میباشند. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال دولتی برای رشد ساحه صنعت از جمله صنعت طبی و داروواری افضلیت خاصه داده. در این سمت برای صاحبکاران وطنی شرایط و امکانات و امتیازها را فراهم آورده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پورا با روند استحصالات و شرایط مهیا گردیده برای کارمندان در جمعیت دارای مسئولیت محدود سینا مدیکال اقدام صاحبکار وطنی را در سمت راهاندازی محصولات عوض کننده واردات شایان تحسین خوانده. با مسئولان برای دستگیری این گونه تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه در وضعیت کنونی جهان دستور و سپارش‌های مشخص دادند.